سلام، امروز میخوایم بهتون یه روش یه تکنیک توی فتوشاپ یاد بدیم که چجوری عکستون رو بچرخونید. من اول یه کنترل جی یه لایه کپی از روی لایه میگیرم به این صورت، بعد میام یه زاویه 90 درجه بهش میدم و عکسمو میچرخونم. انتهای کار قرار میدم تصویرم رو، بعد از قسمت لایه ها اپوزیتش رو کم میکنم و با استفاده از ابزار سلکت یه حالت مورب بهش میدم و برش میدم. یه فیدر 15 یا 20 تایی بهش میدم و دلیت میزنم. فیدر همونطور که میدونید برای اینکه لبه های کارمون رو نرم بکنه. بعد میام یه کنترل جی از روی اون لایه برش خورده میزنم، یه کپی از روش میگیرم و با استفاده از کنترل یو رنگش رو تیره میکنم و شروع میکنم اپوزیتش رو کم میکنم و روی حالت روی مود لومینوسیتی قرارش میدم به این صورت که توی تصویر میبینید. خب امیدوارم شما هم این تکنیک رو انجام بدید و مفید باشه براتون.